در قلب یک جنگل پهنباغ معتدل، گروهی از کوهنوردان سفری را در میان شکوه طبیعت آغاز می کنند. آنها نمی‌دانند که گردش آرامشان در شرف تبدیل شدن به یک ماموریت نجات حیوانات وحشی است. همین که به پیچ مسیر می‌رسند، با منظره‌ای روبرو می‌شوند که آنها را میخکوب می‌کنند. یک بز کوهی ماده با چشمانی وحشت زده در حال تقلا با نرده‌ای است که پاهای ظریفش را در دام گرفته است. این وضعیت ناگوار غیر معمول نیست، چرا که سازه‌های انسانی اغلب با زیستگاه‌های حیات وحش تلاقی می‌کنند. کوهنوردان با احتیاط نزدیک می‌شوند، زیرا می‌دانند که حضورشان ممکن است حیوان گرفتار را بیشتر بترساند. گوزن‌ها ذاتاً از انسان‌ها می‌ترسند، زیرا انسان‌ها شکارچیان اصلی آنها در بسیاری از مناطق هستند. آنها با حرکات ملایم و صداهای آرامش بخش تلاش برای نجات را آغاز می کنند. این فرایند حساس است و نیاز به صبر و مراقبت دارد تا از آسیب رساندن به گوزن وحشت زده جلوگیری شود. پس از چند لحظه پرتنش، تلاش‌های آنها نتیجه می دهد. باز کوهی ماده بالاخره آزاد می شود. او به سرعت دور می شود و در میان بوته ها ناپدید می شود و احساسی از موفقیت را برای کوهنوردان به جا می گذارد. اما طبیعت یک سورپرایز دیگر برای این نیکوکاران دارد. از میان بوته ها دو بزغاله کوچک بیرون می آیند و در صحنه‌ای دلگرم کننده با مادرشان می پیوندند. و در نمایشی نادر از قدردانی به این گونه‌ای، خانواده گوزنها به لب پاکسازی برمیگردند. آنها لحظه‌ای می‌ایستند و به نجات دهندگانشان نگاه می‌کنند، قبل از اینکه دوباره در جنگل ناپدید شوند. این برخورد یادآور تاثیر عمیقی است که می‌توانیم وقتی تصمیم می‌گیریم به هم نوعان خود کمک کنیم، داشته باشیم. در نقش و نگار با شکوه طبیعت، این اعمال کوچک مهربانی است که واقعاً تفاوت ایجاد می‌کند.